به نام آنکه نویسنده جهان است. با درود به اهالی داستان، به یکی دیگر از برنامه‌های ادبی پنجره پارسی ویژه داستان از آرزو خوش آمدید. اینک که در آستانه سومین سال درگذشت رهنورد زریاب قرار داریم، این برنامه را ویژه ساخته و اختصاص داده ایم به کارنامه‌های ادبی و آثار آخرین پیر قصه‌گوی کابل، رهنورد زریاب. تا پایان این دریچه هم نگاهمان باشید. رهنورد زریاب، مردی که از آوازهای از میان قرنها برکشید و در دل شهر طلسم شده آرام گرفت. او که میخواست شاعر شود، اما سر از قله نویسندگی در آورد که در پیوند میزبان استاد رضا محمدی و آقای شفیق نامدار از نویسندگان مطرح سرزمینمان هستیم. محمد اعظم رهنورد زریاب از پیشتازان داستان نویسی و پژوهشگر ناماشنا و توانای افغانستان که سالهاست در حوزه آفرینش و پژوهش ادبی قلم فرسایی کرده بود. وی در 4 سنبله سال 1323 هجری خورشیدی در گذر ریکاخانه کابل قدیم به دنیا آمد. او دبیرستان را در لیسه حبیبیه به پایان رسانید. پس از آن به دانشگاه کابل راه یافت و در رشته خبرنگاری از دانشکده ادبیات و علوم بشری مدرک کارشناسی را به دست آورد. مدت خدمت سربازی را از سر گذراند، سپس در وزارت اطلاعات و فرهنگ به کار پرداخت. 1 سال بعد با استفاده از یک بورس تحصیلی راهی بریتانیا شد و در رشته خبرنگاری از دانشگاه ولز جنوبی مدرک کارشناسی ارشد را دریافت کرد. رهنورد زریاب نخستین داستان کوتاهش را به نام بیگل و بیبرگ در سال 1342 هجری خورشیدی که هنوز صنف 8 دبیرستان بود نوشت و در مجله پشتون ژغ در کابل منتشر کرد. این داستان خیلی زود در مجله آن روزگار چاپ شد و رویداد سترگ زندگیش را قدم زد. او دوران کودکیش را دوره خیالگرایی توصیف کرده است، دوره‌ای که او بیشتر به چگونه بودن می‌اندیشید. 20 سال بعد از آن نخستین مجموعه داستان‌های کوتاهش آواز از میان قرنها در سال 1362 هجری خورشیدی و سوی اتحادیه نویسندگان افغانستان در کابل چاپ شد. در همین سال برگردان مجموعه از داستان‌های کوتاه او به زبان روسی در مسکو نیز منتشر شد. اینک از آقای شفیق نامدار میشنویم. در تاریخ معاصر ادبیات ما رهنورد زریاب یک پدیده و رویداد مبارک و خجسته‌ای بود که خوشبختانه اتفاق افتاد. من افسر به یک تعبیر شاملو اکتفا میکنم که میگه گل کرد و مژده داد و زمستان شکست و رفت. رهنورد زریاب اگر بخوایم داستانایش از لحاظ محتوا و سبک که نوشتارش در موردش توضیح بدیم، مجبوریم او را به 2 دسته تقسیم کنیم. داستانایی که در اوایل نوشته از لحاظ گزینش شخصیت‌هایی را او از سطح اجتماع، از ظاهر اجتماع آورده وارد داستانایش ساخته. مثلا داستان چا، داستان کلبه میان دره، دریا، کوهستان، 7 بار برادرزاده، داستان را و تعداد داستانهای دیگه که در اینجا آدمای معمولی از اجتماع میاین، آدمای کنشگر هستند، آدمای اسیانگر و انقلابی هستند
و بالاخره حادثه می آفرینند و سرنوشت خود تعیین میکنند. که داستانا بیشتر به شیوه ریالیسم، به خصوص ریالیسم اجتماعی و ریالیسم فعال و انقلابی که در شوروی بیشتر رایج بود نوشته شده و این داستانهایی هستند که دارای سمت و سو هم هستند. داستانهایی هستند که پیام دارند. داستانهایی هستند که با زیر تاثیر جو سیاسی همون زمان شما آگاهی دارین که در دهه‌های 40 50 60 کمتر آدم تحصیل یافته و درس خوانده بود که گرایشی نداشته باشه به یک آرمان و به یک ایده. به نظر من این داستانایی که در کاتگوری اول ما آوردیم بیشتر او داستان ها هستند. اما بعدا در دوره بعد گذر میکنه زریاب داستانهایش به عمق جامعه و شخصیت ها و آدمایی را از لایه های پنهان جامعه میاره، از انسانهایی هستند که سرخورده و منفعل و شکست پذیر و این انسان ها بیشتر ذهن دارند، بیشتر درون دارند و بیشتر چند بودی و چند شخصیتی و خیلی پیچیده و جالب هستند که کار زریاب با این آدما میفته و درگیر با این آدما میشه که این داستان ها بالاخره حرکت میکنه به طرف سیال ذهن و داستان ها، یعنی فراتر از ریالیسم اجتماعی که بهش میگن سوپر ریالیسم یا میگن سوریالیسم. این داستان ها هسته که بعدا این روش زریاب ادامت میده در رمان هایش هم که رمان های زریاب مثل گلنار آینه و چارگرد قلا و درویش پنجم هم به می شیوه و به می نحوه هست. بیشتر داستان ها ذهنی و عمیق میشن. زریاب در سن 30 سالگی با اسپوژ میروف ازدواج کرد و ثمره این وصلت جهان مشترک 3 فرزند است. رهنورد زریاب در کودکی هوای شاعر شدن را در سر می پرورانید، اما درخواست صمیمانه از سوی نسیم نکهت سیدی استاد دانشگاه کابل سبب می شود که او خیلی زود از قافله پرقدمت شعر جدا شود و به نوشتن داستان کوتاه روی آورد. نکهت سیدی با او می گوید اگر لطف کنی و دامن شعرگویی را رها کنی و به داستان بپردازی بهتر خواهد شد، چون از یک سو ما شاعر بسیار داریم و از سوی دیگر داستان نویس نداریم. زریاب داستان نویسی را همیشه با متانت و شکیبایی آغاز کرد. آغاز آرام، پیشرفت فورانی و فروکش عجیب داشت. باز هم می نگریم. همه این داستان ها در چند چیز: یافتن چهره‌ای مثالی از انسان فارغ از نژاد و تبار و مذهب و منطقه و عقیده، انسان به ماهو انسانی که به نحوی حد مشترک همه روشنفکران در روزگاران مختلف بودن و بالاخره یافتن سیمای فرهنگی و چارچوب فرهنگی یا بوتیقای فرهنگی گذشتگان ما، این که از روزگاران پیشدادی که از درباره آن به ندرت ما اطلاعی داریم جز نوشته های پراکنده و کتیبه ها و افسانه ها و اساطیر در حقیقت راهنمایی که در طی قرنها ساخته شد از روزگار اشکانیان، روزگار باختری ها و بعد پس از اسلام. همه اینها در فتوت، جوانمردی، مروت و مدارا مشترک بودند و این حد وسط داستان‌های استاد زریاب است. در افغانستان بدون مبالغه اگر تاریخ
رسمی داستان نویسی را کنار بگذاریم، تاریخ حقیقی داستان نویسی ما هم از سال 1342 با نوشتن بیگل و بیبرگ استاد زریاب آغاز میشه و ما هم جوانه ها و برگ و شاخهای امون درخت بیگل و بیبرگ هستیم و این بسیار با وضاحت دیده میشه که پیش از زریاب داستان نه میشناختن درست، نه درست درک کرده بودند و نه درست ارائه داده بودند. البته این درستی که تاکید میکنم، این درست امون شیوه های مدرن و پذیرفته شده یه معاصر است، داستان نویسی معاصر است که این زریاب اولش خودش تحصیل یافته غرب بود، دارای مطالعه و آگاهی در ادبیات جهان و غرب بود. اول داستان شناخته بود، شگردهایش، تمام زوایایش و بعد به داستان نویسی پرداخته بود و بعد از او ارائه داده بود به جامعه. و این اساس ما جلوه های از تاثیرگذاری استاد زریاب بسیار سریع و واضح در جریان داستان نویسی معاصر با من میبینم. این را کسی اذعان کند یا نکنه این معلوم دار است. باری استاد سرهنگ در یک مصاحبهش گفته بود که ما عاشق علی خان و غلام محمد خان دیده و شنیده و یاد گرفته استاد شدیم دیگه. این را کس اگر کسر شأن میدانه که ما تأثیر پذیر هستیم، این کسر شأن نیست دیگه. از کجا کردن؟ بالاخره استادایی بودن که ما اونا را خواندیم، تعقیب کردیم و بدون شک تأثیر گذاشتن. اما ای که مقلد محض باشیم این حرف درستی است. و از تمام داستانهایی را که خواندیم، داستانهای معاصر، ما جلوه های تاثیرگذاری زریاب در سبک و سیاق و نوشتار سریع و واضح میبینم. رهنورد زریاب طوری که خودش در سرگذشت کودکی هایش بیان می دارد، علاقه وافر به فلسفه داشته و حتی در صنف دبیرستان کتاب های فلسفه را با خود داشته است و با شور و اشتیاق تمام می خوانده است. او در آغاز شناخت جهان افکارش و شوپنهاور، هگل، کانت و نیچه علاقه شدید نشان می دهد. سپس این جهان دگرگون می گردد و گسترش عمیق پیدا می کند. نویسندگان مورد علاقهش در اوایل شوپنهاور و صادق هدایت بودند. نویسندگانی که تصاویرشان در آن زمان به راحتی در جیب رهنورد زریاب یافت می شد. با گذشت زمان و مطالعه مداوم او سبب شد که به داستایوسکی، گابریل گارسیا مارکز، ویلیام فاکنر و برخی دیگر علاقمند شود. اغلب داستانها و رمانهای او با اساره تفکرات فلسفی پیریزی شده است. به طور مثال می توان به رمانهای کاکششبر و سکه‌ای که سلیمان یافت اشاره کرد. اینک به چون و چرایی فلسفه در آثار زریاب از استاد نامدار و سپس از استاد محمدی می شنویم. زریاب قسمی که از اول گفتیم داستانهایش ریالیسم بود و واقع بینانه بود و بعداً به نوع نیهیلیسم و پوچیگرایی انس پیدا کرد و آدمای از او همیشه پیام دارند که انسان در موارد خیلی زود چیزایی را که علاقه دارن از دست میتن، یعنی به یک پوچی میرسن، به یک باوری میرسن که هیچ چیز پایدار و ماندگار نیست و دنیا هم جای بودن و علاقه گرفتن نیست. در نهایت کارهای زریاب به نیهیلیسم می انجامد. فلسفه هندویسم در آثار استاد زریاب نمی شود گفت، چون در یکی دو تا از داستانهای استاد زریاب قهرمانان این داستان از میان فرهنگ هندویسم برخاستند یا اشاره رفته یا روایتی که در داستان به کار رفته ترسیم فرهنگ یا تفکر
برخواسته از ساحت فکری هندویسم است یا ودایی است، بگوییم تأثیری داشته این فلسفه بر فکر و نوشته استاد رهنورد ضریاب. می‌دانیم ما که وداییسم یا سرچشمه وداها در افغانستان بوده. امروز بسیاری از محققان معتقدند که نخستین وداها، ریگ ودا مثلا، در کنار رودخانه یا دریای هیلمند یا ارغنداب نوشته شده و آنچه که در وداها از نشانه های جغرافیایی به کار رفته، همه آن نشانه ها را میتوان در افغانستان امروز بازیافت. به این خاطر نبایستی هندویسم را یا به طور کل فلسفه ودایی به شمول بودیسم و هندویسم را دور از افغانستان دانست. بسیاری از نشانه های معتبر این فلسفه در افغانستان هنوز هم قابل مشاهده هستند. خود استاد ضریاب اذهان داشت که من بیشتر یک مدت از صادق هدایت و کافکا تاثیر پذیر بودم و حتی میگفت در بکسب که جیبی من چندین سال عکس صادق هدایت بود و بعدا رفته دیگه ضریاب به خود شخصیت شد، شخصیت داستان نویس و فرنگی شد و فکر میکنم که بعدا دیدگاه وسیع‌تری پیدا کرد و در جهان وسیع با دید بزرگتر، با تلفیق چندین مکتب‌ها و سبک‌ها و فلسفه‌ها آثار خود نوشت. واصف باختری، شاعر شناخته شده معاصر افغانستان که در آن زمان رئیس اتحادیه نویسندگان بود، در بخش از پیشگفتار آواز از میان قرنها در مورد رهنورد ضریاب این گونه نوشته است: آنچه بر نیان 7 رنگ داستان‌های رهنورد را به این آرستگی و به شکوه از کارگاه اندیشه وی بیرون می‌آورد، آگاهی ژرف نویسنده آنهاست که از فلسفه و روانشناسی بهره‌ور بودند. از شمع نیرومند فلسفی، داستان‌های رهنورد در بررسی‌های روانشناختی بیش از هر داستان نویس دیگر ما ثمر بخشتر است. بنابراین خشت اول نویسندگی ضریاب مستحکم گذاشته شده بود و او با همین قدرت ادامه داد و تخیل او در پرداخت روایت‌ها و داستان به وادی‌های جدیدتر و نامکشوف دیگر هم سیر کرد. باز هم می‌نگریم. بدون شک کار نویسنده ضمن از این که با ادبیات سر و کار داره، پهلو میزنه با علوم مثل روانشناسی، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، اسطوره شناسی و یا ارتباط میگیرن با کار نویسنده و بدون شک ضریاب هم آشنایی داشت با اسطوره های شرق، غرب و اینا را مطالعه کرده بود و بدون شک در نوشته هایش به خوبی دیده میشه که ضریاب مثلا از فلسفی یونان خبر داره، از عرفان خبر داره، از بودیزم خبر داره، از هندویزم خبر داره، از تصوف عرفان خود ما با پیشینش آگاهی داره و اینا بدون شک رد پایشان در رمان‌های ضریاب بیشتر دیده میشه. اینکه چه تفاوتی میان داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند یا رمان‌های استاد ضریاب است، طبیعتاً بخشی از این تفاوت‌ها تفاوت‌های شکلی یا فرمی است، اما بخشی دیگر از این تفاوت‌ها به نوع نگاه دقیقاً فکری برمیگردد که استاد ضریاب و این گروه در حقیقت از صاحبان قلم و اربابان فکر و فرهنگ به آن میاندیشیدند، اینکه چگونه هر نوشته پلی یا نردبانی برای رسیدن به معرفت و حقیقت از دست رفته مثالی باشد و در داستان‌های کوتاه پاره‌هایی از زندگی و نمودهایی از
وضعیت بازنماینده میشد یا شده بود و در رمان‌ها و داستان‌های بلند به نحوی چارچوب زندگی یا به نحوی می شود گفت مسیری که زندگی در آن شکل می گیرد، راهی برای زیستن درست، زیستن به هنجار و زیستن در مسیر کمال، استاد ضریاب در رمان‌هایش به نحوی روایت می کند و به خوانندگانش نشان می دهد. کتاب‌های رهنورد ضریاب خواننده های زیاده داشته و پیرامون آثارش نقدهای نیز نوشته شده است. وقت سیر داستان نویسی را در افغانستان بررسی کنیم، نام آقای ضریاب در جمع پیشتازان داستان نویسی رقم می خورد. اگر داستان نویسان پیشگام افغانستان را نام ببریم، رهنورد در میان 5 تن اول چهره های نامیتر و پرکارتر نمودار می شود. اما امروزه بیشتر داستان نویسان جوان و کتابخوان‌ها پی برده اند که ضریاب تنها نام گذشته است که در سالهای 60 بوده است. تسلط او بر زبان، شعر و نثر کلاسیک افغانستان، زبانهای انگلیسی و فرانسوی و مهمتر از آن شناخت او از جامعه باعث شد رهنورد ضریاب به نویسنده اثرگذار، صاحب سبک و پرکار مبدل شود. در ارتباط به سبک وی دیدگاه استاد محمدی و استاد نامدار را میشنویم. درباره سبک یا اینکه استاد ضریاب نویسنده سبک ساز بود یا نه، تفاوت نظر بسیار است. من به شخصه معتقد نیستم که نوشته های استاد ضریاب دارای سبک یا اسلوبی ویژه باشند، اگرچه زبان و بیان ویژه استاد ضریاب، رندی ها و ظرافت هایی که در زندگی، طرز زیست و فکر استاد ضریاب بود در این داستان ها آشکارند و به آنها ویژگی منحصر به فرد میدهند. اما به لحاظ این که بگوییم سبک داستانی متفاوتی هم داشتند یا نه، باید صبر کنیم و این را به آیندگان به نظر من بسپاریم. هنوز بسیار زود است، به خصوص که آثار تحقیقی بسیار اندکی در این باره نوشته شده. شاید یکی از بهترین نوشته ها در این باره رساله دکترایی باشد که دکتر آریان درباره ساختار دقیقاً جمله ها و جمله بندی یا سبک نحوی استاد ضریاب نوشته. اما به هر حال استاد ضریاب نویسنده ویژه بوده و هست و خواهد بود. شما ببینید در کشورهای دیگه، مخصوصا در فرنگستان، هر مکتب ادبی و سبک ادبی در مقابل از او، در عقب از او، پشتیبانی از او یک مکتب فلسفی است و کسایی هم که به او سبک می نویسند معتقد و آگاهی دارند از او مکتب فلسفی و فکری و متحد هستند با او ارزش ها. ولی ما و شما در سرزمین ما، قسمی که سرزمین وارداتی است، تمام مادی و متاهای مادی و فکری وارد میشه و ما او را مصرف میکنیم و تقلید میکنیم، مثل تقلید از استایل ها، از لباس. مثلا میبینید چند سال پیش ما در افغانستان کلاه چپی داشتیم، جوانا چپگرا کلاهی مثل لنین میپوشیدن و بعدا دیدیم کلاهی مثل چگوارا میپوشیدن. اما در نهایت هیچ کدام متحد نه به چگوارا بودن، نه متحد به لنین بودن و نه به مارکسیسم و دیگر اندیشه ها. همگیش تقلید بود. در عرصه ادبیات و سبک پذیری و پیروی از سبک ها هم بدون از این که دقیق بدانیم و متحد به او ارزش ها باشیم، با هم همون سبکی که مد روز بوده دنبالش رفتیم. حالا دیدیم که بازار ریالیسم جادویی خوب است، گفتیم بیاین چند رمان به ریالیسم جادویی بنویسیم یا به سوریالیسم به همه قسم.
زریاب قسمی که قبلا تذکر دادم از آغاز کارش تا بعدش که او هم گرایشش به ریالیسم جادویی است و نوشتن بسیار ممتد و فراوانی از او اگر صاحب یک سبک خاص گفته نتانیم اما نثر خاص خود داره. اگر پای نوشته نام زریاب هم نباشه، آدمی که داستان خوانده باشه میدانه که این نوشته از استاد زریاب است. نسل نو افغانستان که پس از سقوط حاکمیت امارت و با تهاجم آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید جمهوریت ظهور کردند، رهنورد زریاب را از طریق گلنار و آینه شناختند و شیفته‌اش شدند. این کتاب رمانی است با نثر ساده، شسته و رفته با عنصر تکرار که یک داستان عاشقانه و در جاهای خیال‌انگیز از کابل قدیم را روایت می‌کند. این رمان در کابل در فاصله چند سال به چاپ 4 و 5 رسید، اتفاقی که در فضای ادبی افغانستان جنگ زده بسیار نادر بود. اکنون به این که مسیر داستان‌های زریاب به کجا می‌رسد از استاد محمدی می‌شنویم و این که میراث زریاب به نسل بعد از خودش چی است از استاد شفیق نامدار آگاه می‌شویم. از زریاب می قدر کارش بس بود که داستان نویسی ما را آغاز کرد. تقریباً 100 داستان کوتاهی که نشر کرده در اون سالها، این از سال 42 اضافه از نیم قرن پیش، اگر با او مقطع زمانی او را در نظر بگیریم کار خیلی ارزشمندی کرده و نوشته ها و رمان هایی که به جا گذاشته این آینده، البته در مورد رمان هایش، این کار داستان های کوتاهش که به قول معروف دیگه گپ نداره و همه متفق قولن که کارهای تثبیت شده است، اما در مورد رمان هایش بعداً قضاوت خواهد شد و دیدگاه ها و نقد های به میان خواهد آمد. رهنورد زریاب در اکثر داستان‌ها و رمان‌هایش به تلفیق فلسفه شرق و غرب به ویژه فلسفه هندویزم پرداخته است. از بیشتر آثار زریاب عطر اسطوره‌های هندی به مشام خواننده می‌نشیند. به گونه مثال می‌توان از داستان کوتاه مارهای زیر درخت سنجد یاد کرد. او در این داستان کوتاه به واقعه لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان توجه کرده است. وقت پای لشکریان سلطان غزنه به هند می رسد، به بزرگترین معبد هندی که سومنات نام دارد حمله می کند و بت‌های آن عبادتگاه را به خاک می کشند و نابود می کنند. چقدر فیلها را نیز به غنیمت می آورند. در رمان گلنار آینه هم با تصاویر درخشانی از اسطوره‌های هندی مواجه هستیم که زریاب به گونه خارق‌العاده‌ای آن را در قالب روایت ریخته است. رقصیدن گلنار در مقابل آینه و فنا شدن وی در انعکاس خودش نقب به ریشه‌های ژرف اسطوره‌ها در سرزمین رامایانا و مهابهاراتا می باشد که زریاب با تردستی زیرکانه آن را به تصویر درآورده است. او گلنار آینه را به سبک سوریالیستی نگاشته است. در این رمان نیز به اوضاع وخیم کابل در زمان جنگ‌های داخلی در کابل پرداخته شده است. وقت صدای سازهای امیر و خسرو شکستانده می شود، اوج خفقان و جنایات تاریخ عریان می گردد و مخاطب پی می برد که در گذر روزگار در کابل چی گذشته است. در مورد از 2 مهمان گرانمایه می شنویم. نقش تلفیقی اسطوره‌های شرق و غرب در آثار استاد زریاب سوال دشواری است، به این خاطر که استاد زریاب به آن معنی که ما میشناسیم جوینده یا علاقمند فلسفه نبوده و از اسطوره‌ها هم برای منظور خاصی یا بیان منظور خاصی یا ارجاعات بیرون متنی و رساندن مفهوم یا معنایی در روزگار امروز استفاده می جسته. باری او در غرب درس خوانده بود، ادبیات، فرهنگ، اساطیر و فلسفه
غرب را می شناخت و به همان پیمانه با اساطیر و نهله‌های فکری و فلسفی در شرق نیز آشنایی داشت. اما اینکه چگونه اینها را آمیخته یا تلفیق کرده سوال دشواری است، به این خاطر که بایستی به کارکرد گفتمانی گروهی که استاد دریاب به آن تعلق داشت یا نهله فکری روشنفکرانی که استاد دریاب به آن تعلق داشت برگردیم و در این نهله بیش از همه نجات انسان افغانستان از چنگال خرافات و اذیت گم شده بود. اگر شما یا من یا کسی دیگری بیاید بگوید که من مانندگی ها و همگونی هایی را میان اساطیر جهان و یا شرق و غرب دریافت کردیم، به نظر من کار شگفتی انگیزی نکرده و چند دلیل. اول اینکه خواستگاه اسطوره ها همین مردم هستند و این مردم امیال و آرزوها و اراس و نفرت‌های مشترک دارند و همین که کاروان‌های تجاری رفت آمد می‌کرده، کاروان‌هایی که از شرق به غرب می‌رفته، در جاده ابریشم می‌رفته، در ضمن کالاهای تجاری کاروان‌های فکری هم با اینا بوده که اینا عقاید، باورها و اساطیر خود با هم مبادله میکردن و چنان مانندگی بین این اساطیر است که آدم اگر بخواید نمیفهمه که این اسطوره ها مثلا منشش هند است، چین است یا ایران است یا یونان است. مثلا ما رزمنامه فردوسی را داریم، رستم و سهراب داریم. کشور همسایه ما رزمنامه فنگشه نداره که دو نوچا و لیچنگ است که شخصیت رستم و سهراب تقریبا 90% هم حوادث است و این را اگر کسی بیاید تحقیق کنه ممکن در یونان، در هندوستان همینطور باشه. بدون شک تلفیق کردن اسطوره ها که در اصل تلفیق بودن دیگه، یک جا بودن، خیلی یک امر طبیعی است و هیچ کس ادعای ملکیتی را نداره. مثلا ما در صنف ابتدایی قصه بوزک چینی داریم، در حالی که انگک و منگک مثلا در ایران به نام شنگول و منگول و در ترکیه بوزک زنگولپا، در هندوستان به یک نام دیگه. همین قصه بوزک چینی است که این کی ثابت بسازه که اصل این فراورده و میجادیات شفایی مردم هند است، ترکیه است، یونان است، چین است، کجاست؟ 3 رمان دیگر رهنورد زریاب، گلنار و آینه، چارگرد قلا گشتم پایزه به طلا یافتم و کاکای ششپر دختر شاه پریان، هر 3 رمان در یک دوره تاریخی مشخص اتفاق می افتد. کابل قدیم. ربابه گلنار و آینه دختری است از آن سالهای دور، سالهایی که زیارتگاه تمیم انصار پر جنب و جوش بود و دختری می توانست زیر یک از درختان توت زیارتگاه رقص کند و حاکمان زمان در رمان چارگرد قلا گشتم پایزه به طلا یافتم نیز رندان سالهای دور اند، سالهای جوگیان، سالهای کریم شوقی، سالهایی که فعالیت‌های سیاسی حکم خودکشی را داشت. کاک ششپر و دختر شاه پریان را هم می توان افق کابل قدیم جستجو کرد. کابل دهه 40 خورشیدی، شاید کمی دورتر از دهه 40 خورشیدی که صفا و صداقت سکه روزگار بود. این 3 رمان زریاب از جمله مهمترین رمانش در کابل اتفاق می افتد. اتفاقی که از سر حادثه نیست، او شخصیت‌هایش را خیلی حساب شده و با دقت شگرف خلق می کرد. حضور مکرر یک بستر زمانی یعنی کابل قدیم در رمان‌های زریاب بر یک واقعیت کمتر حرف زده شده. در پس پشت این رمان‌ها دلالت می کند یک نوستالژی و یا به تعبیر خود او یاد و دریغ عمیق یک نسل از نویسندگان و فعالان چپ که شاهد و شریک تباهی بودند.
این وابستگی به کابل قدیم به حد قوی است که حتی در رمان‌هایش که نمی‌توان زمان و مکان مشخصی برای آنها قائل شد، حضور سنگینی دارد، به گونه‌ای که او در رمان درویش پنجم به تکرار از کبابی محراب و با گفتن چه روزهایی بودن آن روزها یاد می‌کند. حالا به چگونگی بازتاب این مسئله با استاد محمدی و سپس با استاد نامدار گوش فرا می‌دهیم. یک نکته را یادآوری کنم که زریاب فهمیده بود که وقت آدم از بومی گرایی میتونه به جهانی برسه. از او خاطر بیشتر مکان و زمینی اتفاقات و رویدادهای داستانش کابل است و محیط شهری است. به خاطر که او محیط او تجربه کرده بود، محیط شهری را زندگی کرده بود و امو اس و آل خیلی خوب انتقال داد و نویسندهش انتقال داده میتونه. اما در زمینه ها و در مکان های مثل دهات موفق نبود چون که تجربه نکرده بود. از او خاطر ترجیح میداد که بیشتر از کابل بنویسه و اگر روزی نویسنده جهانی هم شود، زریاب نویسنده کوچه های کابل است. البته یکی دو داستانی است که در محیط اروپا و غرب هم اتفاق افتاده و حتی رمان چارگرد قلا و مثل درودبار موازی که با هم حرکت میکنند، یکی در کابل و دیگری در مسکو است. میبینید که همونجا هم این حرف شما را به یاد میاره که باز هم دلبستگیش از کابل کنده نمیشه و بالاخره درودباری که در نهایت با هم یک جا میشن، یکی در مسکو و دیگری در کوچه های کابل است. عشق وافر به کابل قدیم یا کابل دهه‌های گذشته طبیعی است، نه فقط در داستان‌های استاد زریاب، در داستان‌های بسیاری از نویسندگان ما یا شاعران و نویسندگان ما و پژوهشگرانی که در آن روزگار همراه با استاد زریاب کار می‌کردند و پیکار می‌کردند و می‌نوشتند قابل مشاهده است. به این خاطر شاید بیش از همه اینها قابل توجه بوده برای این گروه از نویسندگان که تصور می‌کردند این فرهنگ در حال زوال و در حال فراموشی است. برای حفظ، نگهداری و پویایی این فرهنگ تلاش داشتند آخرین بازمانده های این فرهنگ در حقیقت بسیط و باشکوه را حفظ کنند و ثبت کنند و برای ما به یادگار بگذارند. ای که زریاب دلبسته کابل است و همیشه در داستان‌های از او کابل تکرار میشه. این را از این زاویه اگر مد نظر بگیریم که همین حلقه های سیگانی دوران یک عمر آدم، کودکی، جوانی، بزرگسالی، اگر سیر حلقه فکر کنیم که به هم پیوند داره، ارتباط داره، ولی اصلا امو دوران زندگی انسان که همه چیز نو است برای آدم، تازگی داره، آموزش داره، دوران کودکی و جوانی است دیگه. بعد از سن 50 و 60 تکراری همو است، تکراری همو دو دوری گذشته است و زریاب هم در سالهای پسینش در حقیقت همو تکراری همو زندگیش بوده که وابسته و دلبسته همونا بوده و از او دنیا، از او عوالم و قول خودش عوالم، از او عوالم بیرون شدن برایش بی مفهوم بوده. رهنورد زریاب به نسل از نویسندگان چپ افغانستان تعلق می‌گیرد که کماکان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشتن یک گذشته شریک بودند، گذشته‌ای که بهتر از آینده از آب درآمد. استاد زریاب، اکرم عثمان و حسین فخری زوال یک گذشته درخشانی که بسیاری از خاطراتش گره خورده بود را دید که این دریغ عمیق و گسترده در رمان‌هایش حاضر بود. شاید
یک دلیل قانع کننده این باشد که هنوز رمان افغانستان آن جایگاه را به کف نیاورده است که به زبان دیگر اقبال چاپ یابد. یک دلیل دیگر هم این است که ما ترجمه نمی کنیم. در واقع در حوزه ترجمه با کمبود مترجم خوب مواجه هستیم. مترجمی که بتواند جهان درونی و بیرونی نویسنده را معرفی کند، در حالی که رنج انسانها مشترک و شبیه هم بوده است. فقط شیوه رنج کشیدن انسانها از یکدیگر تفاوت دارند. باید مترجم باشد که بتواند این کاخ با شکوه ادبیات پارسی را در افغانستان برگردان کند. باز هم می نگریم اینکه چرا داستان‌های استاد دریاب یا در کل ادبیات معاصر افغانستان به زبان‌های دیگر کمتر ترجمه شده. یک بخشش برمیگردد به وضعیت هژمونی، یعنی هژمونی فرهنگی برخواسته از هژمونی سیاسی و اقتصادی است. طبیعتاً کشورهایی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری بودند، آثارشان آثار فرهنگی و فکری و فرآورده‌های ادبی آنها نیز اقبال بیشتری برای ترجمه و معرفی در کشورهای مختلف داشتند. دو دیگر می شود گفت کاهلی یا کمکاری مترجمان ما یا اکادمی های ما در این قصه قابل ذکر است. دانشجویان بسیار کمی از کشورهای دیگر به افغانستان آمده بودند و اکادمی علوم، مراکز فرهنگی و دانشگاه کابل و البته بیشتر از همه اینها وزارت خارجه در افغانستان متاسفانه هیچ وقت نگاهی اینچنینی به فرهنگ و هنر و ادبیات نداشت. یعنی برعکس باقی کشورها که در آن وزارت خارجه و نهادهای وابسته به وزارت خارجه سهمی بسیار در ترجمه و معرفی آثار هنری و فرهنگی دارند، ما غافل بوده ایم. داستان‌های استاد ضریاب سالهای قبل ترجمه شده، تا جایی که ما آگاهی دارم به زبان‌های انگلیسی و روسی ترجمه شده. اما در سالهای پسین به شکل مجموعه داستانی که به زبان بیرون ترجمه شده باشه و یا رمانایش آگاهی چندانی من ندارم. اتفاقا سال گذشته چند تن از فرنگی‌های ما از روسیه با ما مشورت کردند که ما می‌خوایم رمان‌های استاد ضریاب به خصوص چارگرد قلا را ترجمه کنیم. مشورت ما این بود که برگردان متن ادبی مخصوصا داستان خیلی کار دشواری است. این را به عهده کسی بگیره، این امر بزرگه که خودش داستان نویس باشه و تسلط به هر دو زبان داشته باشه، که هم زبان فارسی را نیکو بدانه با همه نازکی ها و رمز و رازش و هم زبان روسی را، که یافتن خود تو را یک شخص خیلی مشکل است. ما در سابق ترجمه های روسی به فارسی بسیار داشتیم. در زمان شوروی بنگاه های نشراتی بودند که همسو با سیاست و پالیسی دولت شوروی کتابخانه ها را پر میکردند از ترجمه داستان ها و واقعا اون داستان های اون نویسنده های بزرگ با اون ترجمه ها لذت بخش نبود. اما در همین سالهای پسین یک رمان روسی را حضرت وارث برگردان کرد به فارسی که رمان مسکو تا پیتیوشکی بود. واقعا کار متفاوت بود، واقعا جالب بود، چون که آقای وارث ضمن از اینکه تسلط داشت بر هر دو زبان، مسلط بود بر ژانر داستان نویسی. استاد رهنورد ضریاب از معدود شخصیت‌هایی بود که با تلاش خستگی ناپذیر برای رونق و شکوفایی ادبیات فارسی قلم زده است و با عشق و علاقه وصف ناپذیر از این کاخ بلند پارسی پاسداری نموده است. سرانجام صبح روز جمعه 21 قوس سال 1399 هجری خورشیدی در اثر بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت و به ابدیت پیوست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.